بررسی BMW سری 7 مدل 2023 که مدل 2017 این خودرو توی ایران به آسمون هفتم مشهوره که خب از این قضیه مستثنا نیست. اما مدل 2023 این خودرو چیه؟ همین الان یه گاز میدیم به خودرو، چه گازی میخوره و چه خوبه. خلاصه بررسی BMW سری 7 مدل 2023 فول آپشن رقیب سرسخت مرسدس بنز اسموسر مدل 2023 که قبلا بررسی شده امروز در خدمتتون هستیم. با من مهران همراه باشید. طراحی جلوی این خودرو اولین چیزی که آدم میبینه اون دوتا چراغ چشم بادومی و ریزیه که جای چراغ اصلی قرار گرفته که از این سبک طراحی من خیلی خوشم نمیاد. این طراحی توی افیکس و لاماری و اینجور چیزا هم میبینید، اما طراحی بروزیه. رینگ های 21 اینچی که روی این خودرو هست و یک سدان فول سایز، خب طبیعتا این رینگ هم روش هست. طراحی جانبیش هم یه خط و خطوط ساده داره و خیلی اسپورت کار نکردن. نمای عقب این ماشین لنزای با کیفیتی داره، خیلی شلوغش نکردن که به نظر من خیلی خوبه. آرم BMW که به جذابیت هرچه تمامتر اونجا نقش بسته و از روی کلید هم میتونین 4 تا در رو باز کنید. ردیف عقب خود رو به خاطر حالت اسپورت صندلی ها خیلی دید خوبی نداره به جلو و از همه مهمتر خیلی نور نمیاد به عقب و باعث میشه که اینجا تاریک بشه و دلگیر بشه. البته آپشن ها در این بخش برای شما جبران کردن و با این مانیتوری که روی در هستش میتونید بزنید و این تلویزیون رو بیارین پایین که البته سایز تلویزیون نیست اما طول بسیار خوبی داره و 2 نفر عقب رو به صورت کامل پوشش میده. میتونید روش فیلم بذارین، ببینین، موزیک پلی کنید، بشنوید و اینکه اگر دسته بازی داشته باشین باش بازی کنید و لذت دنیا رو ببرید. اینجا هم میتونید باید لاگین کنین و بعدش برین باش تو گوگل و اینجور چیزها. توی مانیتور در بخش ستینگ یک سری از آپشن ها فعال یا غیر فعال میشن، مثل چراغ خوشامدگویی، صندوق برقی و آپشن های امثال این و البته سنسورها و رادارها هم میتونید فعال یا غیر فعال کنید. توی پرانتز بهتون بگم که رادار تصرف از جلو، عقب و جانب و هشدار خروج از خط هرگز غیر فعال نمیشن. این هم به خاطر امنیت خود ماشینه. در اینجا هم میتونید یک سری از پس زمینه ها برای مانیتور و پشت صفحه کیلومتر رو انتخاب کنید که وقتی انتخاب میکنید همزمان اون نور مخفی هم تغییر میکنه و با اون ست میشه که این بر اساس اون حالت رانندگی است که شما انتخاب کردین: اکو، نورمال، اسپورت و اسپورت پلاس. مثلا این حالت اسپورت پلاسش هست که یک مخلوط رنگ بنفش آبی با قرمز هستش که اون نور مخفی هم که میبینید نصف الان کنسول نور مخفیش قرمز، نصفش بنفشه فکر کنم یا آبیه و وقتی هم که این دکمه رو میزنین چراغ خطر میبینید که چجوری میشه نور مخفی. اینجا هم میتونید یک دسترسی ساده به مانیتور داشته باشین و دوربین 360 درجه. خیلی دارم تون حرف میزنم، نمیخوام خیلی ویدیو رو طولانی کنم. میندازین توی جاده، سقفش خیلی قشنگ شده، یک سری از نوارهای نورانی روی سقف هست و خیلی تو ماشین خوشگل شده. نور مخفی رنگارنگی که اینجاست و خلاصه خیلی خوبش کرده. الان شتابگیری خوبی داریم با این خودرو و توی اتوبان. سیستم تعلیق این خودرو از نوع هوشمند هست و 1-2 پله از بقیه سیستم تعلیقایی که روی اکثر خودروها هست بالاتره و این باعث شده که خیلی نرمتر بتونیم باهاش رانندگی کنیم و تکونی نداشته باشه. الان خودرو رو گذاشتم رو حالت خودران و
جالبه بدونید هر 30-40 ثانیه یک بار، 1 دقیقه یک بار به من میگه که دستتو بزن به فرمون، من بفهمم خواب نیستی. اگر دست نزنین 1-3-4 باری این کار رو تکرار میکنه و بهتون الارم میده. اگر بازم دست نزنین 2-3 بار بوق میزنه و اگر بازم دست نزنین یک ترمز ناگهانی انجام میده و اگر بازم بیدار نشدین دست نزدید زنگ پلیس میزنه که من جرئت نکردم امتحان کنم حقیقتش و هر وقت میگه که آقا دست بزن من دست میزنم، ولی خب من ترجیحاً همون دستم روی فرمون هست کلا که اینقدر خودشو اذیت نکنه. ولی خب به هر حال باحال بود، اگر امتحان کنیم بگذریم. الان گاز میدیم و شتابگیری خوبی داره همینطور که گفتم، ولی من الان خیلی نمیتونم تون برم برای اینکه اتوبان شلوغه و اینجا روی نقشه ماشین هم میتونید مقصد و جایی که میخواین برین رو انتخاب کنید و تایید کنید و به ماشین اطلاع بدین و اگر خواستین بذارینش رو حالت خودران تا خودش تا اونجا برای شما بره. البته باید دستتون روی فرمون باشه و اینکه بفهمید شما بیدار هستین. اگر هم نخواستین میتونید روی نقشه خود ماشین که بهتون کم دردسرترین مسیر و کوتاه‌ترین و خلوت‌ترین مسیر رو نشون میده باهاش برین. و اینکه این خودرو رادار هم داره که اگر بچه یا حیوانی اومد جلوی شما و شما ندیدین ترمز اضطراری این خودرو فعال میشه و ترمز میگیره. همین الان میبینید پشت صفحه کیلومتر یه دوربینی فعال میشه و اسکن رو نشون میده به ما که آپشن بسیار کاربردی خوبیه و این غیر فعال نمیشه، اصلا کلا هست توی خودرو. حالتهای رانندگی این خودرو هم اول ویدیو بهتون گفتم، اینجا میگم اکو، نورمال، اسپورت و اسپورت پلاس که اسپورت پلاس خیلی مصرف سوخت رو میبره بالا و به نظر من دلیل خاصی نمیبینم که استفادهش کنید. همون اسپورت به نظر من کفایت میکنه. اسپورت پلاس خیلی گاز میخوره و روی ماشین هم یه فشار نسبی میاد و باعث میشه که مصرف سوخت شما مثلا 6-7 لیتر بره روش، اما بازم تجربه خوبیه چون خیلی خوب گاز میخوره و لذت رانندگی رو چند برابر میکنه. الان هم انداختم اینجا و دارم میرم، میبینی که رادار بین خطوط فعاله. تو ایران اگر این ماشین بیاد که نمیاد خیلی کمه، فکر کنم گذر هست 2-3 تا کلا تو ایران به صورت گذر اومده و اگر از ایران نرن چون خط و خطوط توی ایران خیلی در همه و اصلا هیچ معلوم نیست ماشین کلا قاطی میکنه، حالا چه بی ام وی باشه چه ماشینای چینی. و از لحاظ آپشنی هم که این خودرو هیچی واقعا براتون کم نمیذاره. 4 تا گرم کن، سرد کن، ماساژور، گرم کن فرمان، 10 تا رادار، 7 تا اسکن و کلی آپشن های دیگه، نور مخفی، اتوپارک و البته همه این آپشن ها در فول ترین نسخه این خودرو هست که نزدیک $170,000 در 740 آی قیمت داره که به هر حال قیمت کمی نیست، اما بازم این خودرو بسیار لاکچریه و کلی امکانات رفاهی و رانندگی نرم در اختیارتون قرار میده. خودران و کروز کنترل تطبیقی هم جای خود دارد. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. اگر از این ویدیو رضایت کامل رو داشتین ممنون میشم که لایک کنید، این باعث میشه که هم از ما حمایت بشه و هم این ویدیو در مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره. شما بگین که بنز اس 500 بهتره یا بی ام وی سری 7، کدومش رو انتخاب میکنین؟ یا کلا برند بی ام وی رو بیشتر دوست دارین یا بنز؟ و اگر هم میخواین از بررسی دیگه ما با خبر بشین میتونید چنل مهران اوتو امپایر رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه، سرخوش و سلامت باشین و پر از اتفاقای خوب براتون در آینده بیفته. بدرود، خدا نگهدار.